هر کسی دخترش نیچ است، سطر ندارد، یا اینکه زنش پیشی برش میتاود، این دیوس است، نماز الله قبول نمیسازد. اگر امام شود نماز تا سر بخوان، امامتی را حق ندارد. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه، هر کسی که زنش سطر ندارد، دخترش حجاب ندارد، اگر در کوچه رومال خود قدی براید، پیشی برش اگر محکم نباشد، دیوس است. الله دیوس دوست نمی‌دارد، پیغمبر دیوس دوست نمی‌دارد. ثلاثه قد حرم الله علیهم الجنه، مدمن الخمر والعاقل والدی والدیوس و هو الذی یقر سوء فی اهله. سه گروه مردم از جنت محروم هستند. یکش عاق پدر و مادر، دویمش عرق نوش، سومش کسی که انمی زنش سطر ندارد، حجاب ندارد، مردی بیگانه کدی رقص و بازی میکند، خودش بیناموس از دور نظر میکند، زنش با مردی بیگانه رقص و بازی میکند. الله چی میگه؟ این بندگان مسلمانی که در دنیا کمبغل هم باشند، اینها را در روز قیامت آبروشان را بلند میسازم. لکن کسی که سوم دارد، دلار دارد، مکسیمه دارد، مرسدس دارد، نماز نمیخواند، جاش دوزخ است. برای چی دوزخ است؟ الله میگه ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و كنا نخوض مع الخائضین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعة الشافعین. الله میگه در روز قیامت بنده ها را همه را زنده میگرداند و یک و یکی ما و شما را میپرسد ای بنده من، در بابای خانه محمد رسول پسرش ازدواج میکرد، در همونجا حضور داشتی، عاشق خوردی، برای نفسی پلید، یک روز چند جا قرولتای ده معرکه میشد، برای آش رفته میتونستی، چرا مسجد نمیایی؟ چرا فرزند مسجد نبردی؟ چرا زنت با حجاب نکردی؟ چرا دخترت با حجاب نکردی؟ آیا چنین حیوان، چنین میمون ناموس نداشتی؟ جواب میگویی کسانی که در خانه بابای حاج محمد رسول نشستن خوردن، بعد از همین شنیدنی موعظه ها سخنای الله که پن نگرفت، زنش با سطر نکرد، دخترش با حجاب نکرد، رفتهای به مسجد نکرد، مسلمانان را دوستی نداشتند، الله در روز قیامت میپرسد، جنتی ها را اجازت میکرد بپرسید که اینا چرا در دوزخ میسوزند؟ جنتی ها سوال میکردند دوزخی ها را ما سلککم فی سقر، ای برادر در خانه بابای حاجی محمد رسول نشسته بودیم، یک جا آش میخوردیم، امروز چرا تو در دوزخ میسوزی؟ این چی جواب میگه؟ لم نکن من المصلین، من نماز نمیخواندم، زنم حجاب نداشت، سطر نداشت، دخترم به حیا بود، در رستوران توی کردم، من نام مسلمان بود، خلاص دیگه خودم چیزی نداشتم. یک مقال دارند از زنی غرغر بروید زن که استادش غر است. مادری که بر خودش حیا ندارد، مادری که بر خودش شرم چی بودنش نمیداند، مادری بر خودش سطر نمیداند و هیچگاه برای شما دختری با حیا تربیت نمیکنه، برای شما فرزندی با آداب تربیت نمیکنه. بنابر رسول اکرم به جوانهای امتشان ترغیب کرده گفتند علیکم بذات الدین و فی روایت فاظفر بذات الدین تریبت یدا. من به شما بچه های جوان تاکید میکنم، بچه های خوش بیزنگیر تاکید میکنم، خواه آینده فرزنداتون با آداب شود، با حیا شود، خواه که زنهاتون براتون وفادار و با آداب شود، دخترای با حیا و با عفت بزنی گیرید، دخترایی که سر لوج میگردن کرتی آستین کلتی میپشن اونها رو بزنی نگیرید، درک وای نمیتونند برای فرزندی آینده شما مادر شدن. پدرای عزیز، بستن رویمال و پوشیدن بدن زن این فرض است، این حکم قطعی خدا هست، این فرمان خدا هست. کدام زنی که کدام دختری که اگر گوید که من رویمال نمیبندم این به زیبایی من خلل میرساند، من این قبول ندارم، این زن این دختر کافر است و این نمیشود نکاح کرد و این نمیشود فقط مراد جنازه کرد. در که همه ملاها میدانند کسی یک فرض خدا را قبول نکند رد کند و کافر است. آخه این رویمال امر خدا هست. قرآن پروردگار به ما و شما خطاب میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. این امر خدا خودان پدرای عزیز قرآن گیره خانه امروز قرآن با خودی کردی ترجمه شده. در سوره نور خدا میگه باید زنهای مسلمان وقتی که به کوچه میبرایند بر سر خود رویمال پرتایند که موی سر اونها را پیشی بری اونها را از چشم بیگانه ها پنهان دارد. این امر خدا هست. میشود امر رئیس جمهور کسی اجرا نکند؟ چگونه ما امر خدا را نمیتون اجرا نمیکنیم؟ فقط در پیشگاه خدا چی جواب میتیم؟ پدرای عزیز شما فقط چی جواب میتیم؟ خداوند به خاطر یک زن 4 مرد فقط عذاب میکند. حضرت امام حفص کبیری بخاری میگن
یکی پدر شد، یکی شوهر شد، یکی برادر شد، یکی فرزند شد. اونا بچه های خوش رو برای زناتان شما جوابدار هستید. امروز زنهاتان سری لج میگردد، کرتی آستین کلته میپوشد، پیشی برش لج در کوچه میگردد، شما برای و فقط جواب بدید. شما چگونه مرد هستی من نمیفهمم، اما من مرد هستم. اگر اگر حالتی چیز همسر میبینم دنیا گشته میگیرد. من شما چطور مرد هستی من نمیفهمم که پیشی برید زناتان تا بالای سینه لج در کوچه آدما تماشا میگن رشتان نمیگو.